السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محبین مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، احباب و دوستا، البته امروز قسمت دوم مسئله ای که دیروز تحقیقش را شروع کردیم، انشالله امو مسئله نهادن دست ها زیر ناف هست که ادله‌ای که امروز با تایید مذهب امام ابو حنیفه که استناد مذهب امام ابو حنیفه به او ادله میشه، او را برای شما بیان میکنم. اولا این را بیان کنیم که دوستای عزیز، نهادن دست تراست بالای چپ در نماز ای سنت است، چنانی که مصنف ابن ابی شیبه یک بابی وضع کرده، باب 165 است، در مجلد اول از حدیث 3933 شروع هست. عن سفیان عن سماک عن قبیصة بن حلب عن ابیه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. میگه دیدم پیامبر علیه السلام را که در حالی که دستای خود مانده بود، دست راست بر چپ را در نماز. این شد به می شکل احادیث خیلی روایت کرده، اما ما به استناد خود می پردازیم که همانا دست گذاشتن در زیر ناف است. حدثنا وکیع عن ربیع عن ابی معشر عن ابراهیم، از ابراهیم روایت است، قال که گفته یضع یمینه علی شماله فی الصلاة تحت سره، می گذاشته دست راست خود را بالای دست چپ خود در زیر ناف. این یک سند شد. و سند دیگر که می خوانیم، مصنف ابن ابی شیبه صفحه 342 حدیث نمبر 3942. حدثنا یزید بن هارون قال اخبرنا حجاج بن حسان قال سمعت ابا مجلس او سألته قال قلت كيف يصنع؟ قال چگونه بگذاریم دستارا؟ قال گفته یضع باطن کف یمینه، بگذار باطن دست راست خود را على ظاهر کف شماله، با ظاهر یا با پشت دست چپ خود، و یجعلها، و بگذار او را اسفل من السرة، پایین از سره، پایین تر از سره بگذاره، از ناف. پس دوستا، این سند دوم شد به تایید مذهب امام الحمام ابی حنیفه النعمان علیه الرحمة والغفران. حدیث دیگری که 3945 سند حدیث، حدثنا ابو معاویه عن عبد الرحمن بن اسحاق عن زیاد بن زید السوائي عن ابی جحیفه عن علی، از علی رضی الله تعالی عنه روایت است که قال من سنت صلاة وضع الایدی على الایدی تحت سرر، از سنت نماز ای است که گذاشته شود دست راست بر دست چپ تحت سرر، در زیر ناف گذاشته شود. ای از جمله سنن نماز است، یعنی از جمله سنت های نماز یکی همی است که دست راست بر دست چپ در زیر ناف گذاشته شود. به می شکل دوستا، الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید بیان این مسئله را کرده در صفحه 217. همون سندی که از روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه است، او را برای ما روایت کرده و حواله که بالای مسند امام احمد بن حنبل داده و ابو داود، سنن ابو داود امیر روایت کرده. عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه قال
السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السره. سنت گذاشتن یک کف بالای کف دیگر است در نماز تحت سره زیر ناف. و از وائل بن حجر رضی الله عنه هم روایت است در امی صفحه که او را ما به سند از ادلة الحنفیه برایتان میخوانم. روایت کرده باب گذاشته صفحه 157 است کتاب الصلاة. وضع یمینه على شماله تحت السره. حدیث نمبر 366 است. عن علقمه بن وائل بن حجر عن ابیه قال. حدیث مرفوع است. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. دیدم پیامبر علیه السلام را گذاشته یضع که می گذاشت دست راست خود را بر چپش در نماز در زیر ناف. این روایت مصنف ابن ابی شیبه هم روایت کرده. مگر دوستا کسایی که مخالفین مذهب امام ابو حنیفه هستند حتی الامکان در کتبم دست زدن و کتب را این سند حدیث را تنها این کتاب نقل نکرده، بلکه الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید علامه طنطاوی هم نقل کرده و علامه مسلم بهلوی هم نقل کرده. محدث بزرگ علامه نیموی و ظفر احمد عثمانی حدیث را به می سند به می شکل نقل کرده. اما فعلا امی لفظ تحت سره را از مصنف ابن ابی شیبه کشیدن. بعضی چاپ ها وجود داره، اما اکثر چاپ ها را به این شکل کردن که ای را بیرون کردن این متن را از این کتاب. حدیث دیگر است که عن الحجاج بن حسان قال سمعت ابا مجلس او سألته قال قلت كيف اضع، چگونه بگذارم دست خود را؟ قال يضع بطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما اسفل من السره. این از مصنف ابن ابی شیبه برای شما پیش کردم. دوستای عزیز، انشالله در این مورد یک درس دیگری را اختصاص میتیم و بیان می داشته باشیم در این درس. بعد باز یک مسئله دیگر را شروع خواد کردیم. با ما سعی بکنین در رساندن ای دروس و تحقیقات به دوستا تا همه مسائل عدلانی و تحقیقی و درست بدانن، تا مبادا زیغ و فریب دجالان و کذابان که امروز سر زدن، سر بیرون آوردن از برای فتنه انگیزی در جامعه اسلامی، از فریب و کید و چال و نیرنگ از اونها در امان بوده باشه. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.